سلام. فرمولاسیون اصلی در واقع اون فرمولی که برای سنگ مصنوعی اوکیه و من تست میکنم و جواب میگیرم به این صورته که ما چند تا جزء داریم که استفاده میکنیم که 3 تا جزءشو مسائل ساختمانی ها دارن. در واقع فراهم کردنش راحته دیگه، هزینه بار اون آلفا و اینجور چیزا رو نداره. گچ ساختمانی هستش، سیمان سفید هستش و پودر سنگ ساختمانی. پودر سنگ ساختمانی 2 مدل هست. یکی نمونه معمولیش همرنگ، حالت یکم کرم رنگ، ولی تو خروجی کارمون اوکیه، مشکل نداره. یعنی کارمون وقتی که خیسه یکم کرمه ولی خوش میشه سفید میشه. خب فقط که مشکلی که داره اون پودر سنگ معمولی ضایعات خیلی داره، ما باید الکش کنیم و همچنان اگه الکش کنیم اون خط برشی که حالا برای قالبا هست بخوایم با سنباد پرداخت بدیم او دوندونا خودش مشخص میکنه. ولی من از پودر سنگ جوشقان استفاده میکنم، فوق العاده آردیه و هیچ ضایعاتی نداره. یکم قیمتش گرونتر، مثلا گونی فکر کنم 30 کیلویی چقدره، گونیش 40,000 تومنه. و داخل ما حالا تولید فرمول خیلی هزینه ملات برامون مناسب تموم میشه نسبت به سنگ اجزه، نسبت به آلفا یا پودرای آماده، چون حالا گچ که قیمتی نداره. سیمان الان گرون شده گونی 100,000 تومان، ولی گونیش وزنش بالاست، یعنی هر کدوم شاید 40 کیلو اینجوری وزنش باشه گونیا. یعنی سر هم شما حدوداً هر دفعه که میخواید یه گونی از هر کدوم بخرید 40 یا 30 اینجوری است در واقع هر کدومشون. این از و رزین 5 جزئی هم که استفاده میشه. در واقع این رزین به ما این امکانو میده که گچ و سیمان به راحتی با هم ترکیب بشن، چون گچ و سیمان خب گچ رو همطوری هم بزنی شروع میکنه به بستن، چه برسه دیگه بخوایم سیمان اضافه کنیم. پس این یه حالت لیز کننده کار ماه و کار ما یکم تأخیر میده. پودر سنگ هم مقاومت این دوتا عنصر حالا بالاتر میبره دیگه. این از فرمول. و حالا اندازه فرمول به این صورته که من 1 کیلو آب استفاده میکنم، 1 کیلو سیمان سفید، 1,200 پودر سنگ، 1,500 گچ. این به این صورت. و رزین 5 جزئی هم دیگه بستگی به جایی داره که میخریم. مال من 25 گرم اوکیه بر 1 کیلو. حالا بعضی جاها چون کیفیتشون اوکی نیست مثلا 35 گرم باید استفاده